سلام و وقت بخیر. به خبرهای خوب این هفته خوش آمدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در 22 ولایت 59 تعمیر برای مکاتب را افتتاح کرد و همچنان در 34 ولایت برنامه تربیوی اقتصادی را به بهره برداری سپرد و از تکمیل شدن این پروژه ها اظهار خرسندی کرد. رئیس جمهور کشور در برنامه هفته معارف یک بار دیگر از طالبان خواست تا از تخریب پروژه های عام المنفعه دست بکشد. بانک انکشاف آسیایی میگوید رشد اقتصادی افغانستان در سال 2021 بهتر شده است و احتمال می‌رود که در سالهای آینده رشد بیشتر از امسال داشته باشد. این بانک با نشر گزارش نگاشته است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2020 نسبت به دلایل مختلف -5 بود، اما در سال جاری 3 و در سال 2022 به 4% بالا خواهد رفت. و در گزارش این نهاد دلایل منفی بودن رشد اقتصاد در سال 2021 شیوع ویروس کرونا و بی‌ثباتی سیاسی گفته شده است. بانک جهانی از تصویب کمک بلاعوض 25 میلیون دلار برای تقویت دسترسی کودکان افغان به تعلیم خبر داده است. با گفته بانک جهانی این کمک‌ها در راستای ارتقای سطح تعلیم، بهبود دسترسی کودکان به خصوص دختران به تعلیم و تربیت، حمایت از برنامه‌های آموزشی برای معلمین، ارتقای کیفیت برنامه‌های تعلیمی در سطح محلی به مصرف خواهد رسید. بر بنیاد معلومات بانک جهانی، این کمک‌ها از طریق برنامه همکاری جهانی برای آموزش پرداخت می‌شود و قرار است برنامه اقرا را در اعمار 100 باب مکتب کمک کند. وزارت احیا و انکشاف در 10 ولایت به ارزش 1 میلیارد افغانی قراردادهای 158 پروژه انکشافی را با شوراهای انکشافی امضا کرد. در اعلامیه این وزارت نگاشته شده است که مهمترین پروژه ها در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار تطبیق می شود که در نتیجه جنگ طالبان پروژه های عام المنفعه آن تخریب گردیده است. در سکتور صنعت آهن ننگرهار 10 میلیون دلار سرمایه گذاری شده است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید در این ولایت 13 فابریکه ذوب آهن فعالیت میکند که در بخش سیخ گل و آهن این ولایت را به خودکفایی رسانیده است. بر اساس معلومات این وزارت هر فابریکه در این ولایت ظرفیت ذوب 10 الی 30 تن آهن را دارد و همچنان ظرفیت تولید 25 تن سیخ گل را نیز دارا میباشد. مقامات از ساخت 2 فابریکه بزرگ پروسس کشمش و جلغوزه در ولایت کابل خبر میدهد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید با شمار از سرمایه‌گذاران به خاطر ساخت این فابریکات قرارداد را امضا کردند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت گفته است مجموعه مصارف ساخت این فابریکات 4 میلیون دلار میباشد که یک بخش آن از سوی وزارت زراعت پرداخته میشود. پروژه اعمار کانال و حقابه سالتوق کلان در ولایت جوزجان تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید این پروژه با همکاری مالی دفتر اکتید به منظور مدیریت آبهای سطحی و آبیاری زمینهای زراعتی در ولسوالی خواجه دوکوی ولایت جوزجان تطبیق شده است. مقامات این اداره گفتند با تطبیق این پروژه حدود 1360 هکتار زمین زراعتی تحت پوشش آبیاری قرار گرفته و به تعداد 640 فامیل از آن مستفید خواهند شد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگه در سال گذشته 855395 متریک تن کچالو در افغانستان جمع آوری گردیده است. این وزارت گفته است که کچالو در ولایت بامیان، وردک، لوگر، غور، هرات، فرا، بغلان، بلخ، فاریاب، جوزجان، ننگرهار و کندوز حاصلات خوب کرده که در 53000 هکتار زمین کشت شده بود. این وزارت می‌افزاید به خاطر نگهداشت کچالو در سراسر کشور هزاران سردخانه ساخته شده و دهاقین از آن استفاده خواهند کرد. و در ولایت ننگرهار سالانه بیش از 54 تن ماهی تولید می شود. مقامات محلی گفتند در این ولایت 200 فارم های ماهی است و صدها تن در آن مصروف کارند. مسئولین میگویند به منظور خودکفایی این ولایت در بخش ماهی قرار است به فارم های جدید نیز زمین توزیع گردد و با سرمایه گذاری 8.3 میلیون دلار جلو واردات ماهی از خارج گرفته می شود. ممنون از توجهتان به خبرهای خوب این هفته. تا بعد، خدا نگهدار.